به چنل مستر سیاه خوش اومدین. من توی این ویدیو پرده از جنایات هولناک شوروی در سال 1940 میلادی برمیدارم و بهتون میگم که این 5 نفر توی 15 روز چه عذابهایی رو کشیدن و جهنم واقعی رو در زمین تجربه کردن. من توی این چنل حقایق پشت پرده و داستانهای ترسناک رو بدون سانسور و شک و تردید براتون تعریف میکنم. اگه به این موضوعات علاقه دارید خوشحال میشم بعد از دیدن این ویدیو کانال من رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من به محض انتشار مطلع بشید. زمانی که این آزمایش اتفاق میافتاد هیچ دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت و تنها امکانات نظارتی محققین یک پنجره شیشه‌ای به ضخامت 5 اینچ و چند میکروفون داخل اتاق بود. این اتاق پر از کتاب، تخت خواب برای خوابیدن، آب، توالت فرنگی و غذای خشک شده بود تا این 5 نفر بتونن 1 ماه کامل رو توی اونجا دووم بیارن. توی 5 روز اول همه چیز به خوبی پیش میرفت چون به اونها قول آزادی در برابر نخوابیدن به مدت 30 روز داده شده بود و به خاطر همین اونها شکایات خاصی رو نداشتن. در طول انجام آزمایشات مکالمات آنها توسط محققین رصد میشد و این 5 نفر توی چند روز اول فقط در مورد حوادث تلخی که در گذشته برای اونها اتفاق افتاده بود صحبت میکردن تا اینکه در روز 4م لحن صحبت کردن اونها کمی ترسناکتر شد. در روز 6م اشخاص مورد آزمایش کنترل عقلیشون رو کم کم داشتن از دست میدادن و به خاطر شرایط اتاق و اتفاقاتی که براشون میافتاد شکایت میکردن. اونها دیگه مثل قبل با یکدیگر گفتگو نمیکردن و شروع به صحبت با میکروفون‌ها و پنجره یک طرفه کرده بودن. به شکل عجیبی اونها فکر میکردن که میتوانند آزادی خودشان را با لو دادن سایر افراد در اسارت به محققین به دست بیارن. در نگاه اول باور محققین این بود که این رفتار اثر خود گاز است، اما بعد از 9 روز اولین نفر شروع به جیغ زدن کرد. او به مدت 3 ساعت متوالی و به طور مکرر در طول اتاق می‌دوید و جیغ می‌کشید. پس از 3 ساعت دیگر نمی‌توانست مثل اول جیغ بکشد و فقط صدای نازک جیغ مانندی از دهانش بیرون می‌آمد. محققین فکر می‌کردند که تارهای صوتی اون شخص پاره شده. نکته عجیب این اتفاق این بود که افراد داخل اتاق هیچ واکنش عجیبی نسبت به آن شخص نشان نمی‌دادند. افراد دیگر مورد آزمایش در پروژه خواب تنها به صحبت کردن با میکروفون‌ها ادامه می‌دادند تا اینکه یکی دیگر از آنها شروع به جیغ زدن کرد. 2 نفر دیگر کتاب‌ها را گرفته و تکه تکه کردند و صفحات پاره شده را به مدفوع خود آغشته کرده و به پنجره‌های شیشه‌ای چسباندند. ناگهان جیغ کشیدن‌ها و صحبت کردن‌ها با میکروفون تمام شد. محققان شروع به آزمایش میکروفون‌ها کردند تا مطمئن شوند مشکلی در رابطه با آنها وجود ندارد، زیرا فکر می‌کردند غیر ممکن است که دیگر هیچ صدایی از آنها در نیاید. آنها داشتند به اندازه‌ای کسی که بعد از ورزش خسته شده و اکسیژن زیادی مصرف می‌کند نفس می‌کشیدند و اکسیژن مصرف می‌کردند. صبح روز 14 محققان سعی داشتند با 5 شخص مورد آزمایش ارتباط برقرار کنند تا بفهمند که آنها مردند یا هنوز زنده هستند. آنها اعلام کردند که ما در حال باز کردن در اتاق برای آزمایش میکروفون ها هستیم. از در دور شوید و روی زمین دراز بکشید. در غیر این صورت به شما شلیک خواهد شد. همکاری با ما باعث آزادی یکی از شما خواهد شد. بین دانشمندان و نیروهای نظامی که بودجه این تحقیق را تأمین می‌کردند یک بحث شدید شکل گرفت و در نهایت تصمیم گرفتند که اتاق را در نیمه شب روز 15 که اشخاص مورد آزمایش دیگر قابلیت پاسخ دادن را نداشتند باز کنند. جیره غذایی بعد از روز 5 اصلاً مصرف نشده بود. اتاق از غاز پاکسازی شده و با هوای تازه پر شده بود که ناگهان اشخاص مورد آزمایش شروع به صحبت از طریق میکروفون ها کردند. 3 نفر از آنها شروع به التماس کردند که غاز را
دوباره به اتاق تزریق کنند. در اتاق باز شد و سربازان برای بازیابی اشخاص مورد آزمایش به داخل فرستاده شدند. آنها شروع به جیغ کشیدن با صدای بلند کردند و سربازان هم که وحشت داخل اتاق را دیده بودند فریاد می‌کشیدند. 4 شخص از 5 شخص مورد آزمایش در پروژه خواب همچنان زنده بودند. تکه گوشتایی از بدن شخص پنجم که مرده بود داخل مجرای تخلیه گذاشته شده بود تا مسیر آب مسدود شود. تقریباً تا 4 اینچ کف اتاق را آبی که معلوم نیست چند درصد آن خون است پوشانده بود. حتی 4 شخص دیگر که زنده مانده بودند قسمتی از پوست و گوشتشان روی زمین پخش شده بود. وضعیت وحشتناک گوشت و قسمت استخوانی انگشتان که دیده میشد باعث شد محققان به این باور برسند که زخم‌ها توسط دست‌هایشان به وجود آمده است. تحقیقات بیشتر نشان میداد که بیشتر زخم‌ها توسط خود افراد روی بدن آنها ایجاد شده است. اندام‌های زیر قفسه سینی هر 4 شخص مورد آزمایش برداشته شده بود، در حالی که قلب، ریه‌ها و دیافراگم در جای خود باقی مانده بود. پوست و بیشتر ماهیچه متصل به دنده‌ها کنده شده بود. همه رگ‌های خونی و اندام‌های داخلی دست نخورده باقی مانده و فقط بیرون آورده و روی زمین گذاشته شده بود. معلوم شد چیزی که آنها می‌خوردند پوست و گوشت خودشان بوده. بیشتر سربازها از نیروی ویژه روسیه بودند، ولی اکثر آنها نمی‌خواستند دوباره وارد اتاق شوند. افراد زنده مانده از پروژه خواب همچنان جیغ می‌کشیدند و التماس می‌کردند که گاز را دوباره به اتاق تزریق کنید که مبادا به خواب برویم. در کمال تعجب اشخاص مورد آزمایش هنگامی که سربازان می‌خواستند آنها را بیرون بیاورند مقاومت می‌کردند و می‌جنگیدند. یکی از سربازهای روسی به خاطر پاره شدن گلویش کشته شد و سرباز دیگری به دلیل پاره شدن بیضه‌هایش به شدت مجروح شده بود و اگر یکی از سربازانی که بعد از چند روز خودکشی کرده بود را هم حساب کنیم 5 نفر دیگر جان خود را در این آزمایش از دست داده بودند. در زمان مبارزه یکی از 4 سوژه طحالش پاره شد و بلافاصله خون ریزی کرد. دانشمندان سعی کردند که او را آرام کنند، اما این امر کاملا غیر ممکن بود. به او بیش از 10 برابر مورفین نسبت به دوز انسانی تزریق شد، اما همچنان مانند یک حیوان وحشی می جنگید و دنده ها و بازوی یکی از پزشکان را شکست. حتی بعد از اینکه دیگر نمی توانست تکان بخورد به مدت 3 دقیقه فریاد می زد و می گفت بیشتر بیشتر تا اینکه سرانجام ساکت شد. 3 شخص مورد آزمایش که زنده مانده بودند به شدت تحت مراقبت قرار گرفتند و به یک مرکز پزشکی منتقل شدند. 2 نفر که همچنان تارهای صوتی سالمی داشتند التماس می‌کردند که دوباره در محیط غاز قرار بگیرند تا بتوانند بیدار بمانند. یکی دیگر از آنها که بیشترین جراحات را داشت به اتاق جراحی منتقل شد و در جریان آماده سازی سوژه برای قرار دادن اندامهایش در بدنش مشخص شد که او به شکل مؤثری در برابر آرام بخشی که به او برای آماده سازیش برای جراحی داده بودند مسون بود. او به شدت در مقابل گاز بیهوشی که برایش آورده بودند مبارزه می‌کرد تا اینکه بالاخره پلک‌هایش بسته شد و قلبش ایستاد. در کالبد شکافی مشخص شد که خونش 3 برابر سطح طبیعی اکسیژن دارد. ماهیچه‌هایش که هنوز به استخوان‌هایش چسبیده بودند پاره شده و 9 تا از استخوان‌هایش شکسته بودند. بازمانده دوم تارهای صوتیش از بین رفته و قادر به التماس یا مخالفت با عمل جراحی نبود. تنها با تکان دادن شدید سرش با گاز بیهوشی مخالفت می‌کرد. وقتی کسی به او پیشنهاد داد که جراحی را بدون بیهوشی انجام دهد، سرش را به عنوان علامت رضایت تکان داد و در زمان انجام عمل که 6 ساعت طول کشید، هیچ واکنشی از خود نشان نداد. یکی از پرستاران وحشت زده که به عمل جراحی کمک می‌کرد، اظهار کرده بود که هر زمان به چشمان بیمار نگاه می‌کرده، بیمار لبخندهای شیطانی روی صورتش داشته. وقتی جراحی پایان یافت، سوژه به جراح نگاه کرد و شروع به زمزمه کردن یه چیزی زیر زبونش کرد و سعی می‌کرد صحبت کند.
جراح فکر کرد که او مسئله مهمی را می‌خواهد بیان کند. بنابراین یک مداد و دفتر به وی داد تا بتواند پیامش را بنویسد. اما او فقط نوشت به بریدن ادامه بده. 2 سوژه زنده مانده دیگر عمل مشابهی را بدون بیهوشی تجربه کردند. وقتی محققان از آنها پرسیدند که چرا روده‌های خود را بیرون آوردند، آنها فقط یک جواب دادند: من باید بیدار بمانم. هر 3 شخص مورد آزمایش به اتاق بازگردانده شدند و منتظر بودند که ببینند چه تصمیمی برای آنها گرفته می شود. محققان که به خاطر شکست آزمایشات مورد خشم نظامیان قرار گرفته بودند، پیشنهاد کشتن آنها را دادند. فرمانده ارشد یک مأمور سابق از سرویس اطلاعاتی KGB بود و می‌خواست ببیند که اگر دوباره آنها را درون اتاق پر از گاز قرار دهند چه اتفاقی خواهد افتاد. محققین به شدت مخالفت کردند، اما مخالفت آنها توسط فرمانده رد شد. در کمال تعجب هر 3 شخص وقتی فهمیدند که قرار است دوباره در شرایط گاز قرار بگیرند دست از اعتراض کشیدند و ساکت شدند. معلوم بود که تلاش زیادی برای زنده ماندن می‌کردند تا دوباره گاز را تجربه کنند. در حالی که هر 3 شخص توسط یک کابل به مانیتورهای پزشکی وصل بودند، یکی از اشخاص مورد آزمایش با سرعت زیادی چشمهایش را باز و بسته می‌کرد تا اینکه یکی از پرستاران دید که پلک‌هایش را کاملاً بسته و ضربان قلبش متوقف شد. تنها سوژه‌ای که می‌توانست صحبت کند فریاد می‌زد که عملیات گاز را همین الان شروع کنید. امواج مغزی او همان خطوطی را نشان می‌داد که شخصی که مرده بود قبل از بستن پلک‌هایش داشت. فرمانده دستور مهر و موم کردن 2 شخص داخل اتاق همراه با 3 محقق را داد. یکی از محققین به سرعت اسلحه‌اش را گرفته و بین 2 چشمان فرمانده شلیک کرد و بعد از آن شخص مورد آزمایش که ساکت بود را کشت. در حالی که 2 محقق دیگر از اتاق فرار کردند، او اسلحه‌اش را به سمت سوژه‌ای که همچنان زنده بود گرفت و گفت: من اینجا با این موجودات نمیمونم. تو چی هستی؟ من باید بدونم. محقق ساکت شد، سپس قلبش را نشانه گرفت و شلیک کرد. جریان مغزی سوژه در حالی که در حال مرگ بود و سعی می‌کرد چیزی بگوید صاف شد. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. اگه هنوز کانال منو ساب ندارید حتما سابسکرایب کنید، چون در ادامه داستان‌های وحشتناکتری رو برای شما بازگو خواهم کرد. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.